جنگ گل شدیم دوستان عزیز. آفتاب زدیم و را نمیفهم چی گپ شده. دوستان نهایت گرامی، ما در گولای دواخانه شهر کابل هستیم و قصد دیدار از گولای دواخانه و همچنان همین به شهر کابل داریم که بریم پیش ببینیم تا کجا میرسیم و تا کجا نمیرسیم. اگر شد پل سوختام یک چکر میریم دیگه. به یک صورت دیگه هم از دوستان به خاطر یک چیز دیگه است که بیربار شده کوته سنگی زیر پل ویدیو ببینین. دبیل از ویدیو اپلود کردیم از کوته سنگی. کراچی را از اونجا کلا دوانده، کراچی را ممنوع استاد کرده شد اونجا. حتما به خاطر از تمام کراچی ها اینجا آمده. دوستان عزیز جوی کندن یا پیاده رو مقصد کندن کاری شده. اینجا تازه کندن کاری شده. اگر نمیفهم چی جور میکنن و چی نه. جوی است دوستان، جوی کندن یا سرش باز کردن به خاطر پاککاری حتما. سلام و درود نثار همه شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، ما در گولای دواخانه هستیم. با بدر دوستان یک دقیقه یک ثانیه فکرش از ذهنم رفت، چیش از ذهنم رفت نامش جنگ گل شدیم دوستان عزیز. آفتاب زدیم و را نمیفهم چی گپ شده. دوستان نهایت گرامی، ما در گولای دواخانه شهر کابل هستیم و قصد دیدار از گولای دواخانه و همچنان همین به شهر کابل داریم که بریم پیش ببینیم تا کجا میرسیم و تا کجا نمیرسیم. اگر شد پل سوختام یک چکر میریم نزدیک است دیگه، اگر نشد باز هیچ. خب دوستان نهایت گرامی، این کراچی های نارگیل بعد بسیار وقتا میبینم در بازار و قدر نیستن در وقتا نمیفهمم چرا. میبینید چی میوه های دوستان عزیز تازه از امرود شروع تا انار، کیله، انگور، سیب، همه چیز. ببینین نام خدا به این میوه جات و میوه ها سرخ میزنن. ببینین انار قندار، انار تگه و انار قندار، انار ببخشین دوستان عزیز. بگذاریم که بسیار بیربار است، بسیار زیاد. دیگر روزها قدر بیربار نمیدید، روز واقعا بسیار بیربار است دوستان عزیز. ترکاری، این طرف ترکاری هم است. یه طرف اون خورترک کمربند چپا و راستا بند داشت. مقصد دیگه همون لذت شبه بره. ترکاری ببینین چقدر تازه است دوستان عزیز. یک دانشم یک برگشم شاریدگی و یا مجول نبود. خوب امروز دوستان عزیز بازار بیربار داره، خوب صحیح، یعنی بین هفتم است و دیگر روزا دیگه وقت می آمدیم و قدر بیربار نداشت. دیگه به یک صورت دیگه هم از دوستان به خاطر یک چیز دیگه است که بیربار شده کوته سنگی زیر پل ویدیو ببینین. دبیل از ویدیو اپلود کردیم از کوته سنگی. کراچی را از اونجا کلا دوانده، کراچی را ممنوع استاد کرده شد اونجا. حتما دیگه به خاطر از تمام کراچی ها اینجا آمده، مردم هم دیگه به خاطر که ضرورت داره بازار این طرف جور شده. دیگه کدام دلیل دیگه نمیتونه داشته باشه. انار رو ببینین، فرینی رو ببینین دوستان عزیز. نام خدا گندنه 5 افغانی دوستان عزیز دستش. انگور ببینین، این انگور یک ذره مجهول است دوستان عزیز، داخل مردم خوش نمیکنن. هم ترکاری ها دوستان عزیز بسیار ترکاری تازه دارن. ببینین مولی سرخک، گشنیج، نوش پیاز، نعنا، پنیر ببینین، پنیر، سیر. آدم هوس میکنه اینجا دوستان عزیز هر چیز بخره، مگر متاسفانه کمی شرایط اقتصادی دیگه ایجاب نمیکنه که بگیریم.
کرده باز زار ترکاری است. این از بامیه شروع بادرنگ ناک ببینین دوستان عزیز، ناک تازه آبدار آمد و خوبش. می‌بینیم دوستان عزیز دیگه خود گولای دواخانه هست. از گولای دواخانه دور میخوریم دیگه. اون طرف میریم پس طرف کوته سنگی شهر کابل. مسیر ما اون طرف است که برای موتر پیدا شود خدا کنه. بیدبار به حد اندازه زیاد است. موترها از اون طرف ها میرن. سر برابر شما ما هم از سرک بگذریم. طرف دوستان عزیز جوی کندن یا پیاده رو مقصد کندن کاری شده. اینجا تازه کندن کاری شده. اگر نمیفهم چی جور میکنن و چی نه. جوی است دوستان عزیز، جوی کندن یا سرش باز کردن به خاطر پاککاری حتما. این دوستان عزیز کوهسار بازار بخاری هست، سمده فروشی دیگه. حال وقت از این بخاری هست که مردم میخره. بخاری های تربو هست، چندین نام دارن دوستان عزیز. تربو هست، توپاز غزنه هست، سبا هست، زیاد است بخاری های ترکی. حال وقت بخاری خریدن و چوب و این چیزاست. خزان است و مردم آمادگی زمستانه میگیرن. اینم خطا خورد که هم بود دوستان پایین گفته. خب خدا فضل کرد. این بخاری ترکی دوستان عزیز تا چند روز قبل هم یا نبودن دوستان عزیز. تا چند هفته قبل تازه ما بخاری فروشی را در این قسمت میبینم. دفعه قبل که اینجا دیدن کردیم دوستان، ویدیو رو بریم دوباره ببینیم. نبود. امبولانس ما صدا بلند است، متاسفانه که بیبار زیاد است دوستان عزیز و راه پیدا نمیکنه که بره. مریض باشه خب مریض وضعیتش خراب میشه دوستان عزیز. این حالت یا سینی سنتر دوستان عزیز در اون طرف میبینین. پیاده رو عزیز اونم دوستان عزیز کراچی ها جمع شده، یعنی وسط هم یک کراچی میمونن. نو بغل می طرفم حالا پیاده رو فرصت که فقط این دست فروش ها هستن. خلاصی هم دیگه دوستان عزیز مسئول ناحیه که بیاید عاجل جمع میکنن و فرار میکنن. مواد تعمیراتی و آهنالات در بین بازار دوستان عزیز چیزا فکر نکنم نتیجه بده. مثل از آهنالات و گلای آهنی دیگه کلام سرای است. دیگه اون لباس فروشی ها دوستان عزیز مثلا نگاه لیلامی و بی چیزا اگر فایده داشته باشه دیگه فکر نکنم که آهن فروشی داشته باشه. بازم دیگه خود مردم میفهمند، شاید ما نفهمیم و فایده داشته باشه. ما حدس ما میسیم دوستان از رابی سنتر هست که خوب بیربار داره. اسمت میبینین لباس های زنانه زیادتر دوستان از محفلی دیگه. اینی هم دوستان عزیز سرک است که موترها بعضشان دور میخورن طرف گولهی دواخانه و بعضشان میرن طرف سرک پانتون. یک بریدگی ورز دوستان عزیز. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنید، در کانال همچنان سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی همه‌تون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه حق باشین. الله حافظ و مددگار همه‌تون.